این کشاورز که در 2 گکتار زمین پیاز کاشته است، حاصلش را به فروش برآورده است. سالهای گذشته نرخ این محصولات کشاورزی ارزان بود و خریدار نداشت. امسال قیمت بالا رفته است. کم بودن شیوکی حسابی دوروی میرالی قیمت شدگی سوزشواری نرخش بالا رفتگی حساب اما خیلی کمتر نرخ پیاز قیمت ترک شدگی. نرخ 1 کیلوگرم پیاز امسال از 3 تا 4 سومن و 50 درم است. کشاورزان ناحیه جیهون امسال بیش از 16,000 تن پیاز را به خارج کشور صادر کردند. انبارهای دیگر برای تامین بازار داخلی مانده است. سویا خالطه کربمی تا 600 سومن بالا رفت. نرخ 1 لیتر سوزشواری 12 سومن 13 سومنی بالا رفت. دیم عاملش همین که نرخ نوری‌های مینرالی و مثلا سوزشواری بالا رفت. قیمتی نرخ پیاز هم اینجا مثال چی میکنه؟ 2 سال پیش 1 کیلو پیاز در کشتزارها از 20 تا 30 درم بود. دهقانان از نبود خریدار و تلفات حاصل و ضرری مالی شکایت میکردند. امسال در ولایت ختلان در بیش از 9,000 گکتار پیاز کشت شده است. ولی این محصولات در بازار کمچین است. نسبت سال گذشته 1136 گکتار کشت پیاز کم گذرانده شده است. از همین لحاظ در شهر ناحیه جیهون 2985 گکتار امسال کشت پیاز گذرانده شده است. نسبت سال گذشته باشد 1038 گکتار کم می باشد. در شهر لیوکان باشد 37 گکتار، سال گذشته باشد 48 گکتار که 11 گکتار کم می باشد. اداره امور ولایت ختلان از صادرات بیش از 8,000 تن پیاز به روسیه و قزاقستان طریق گذرگاه‌های گمرکی خبر می‌دهد. ولی درباره صادرات پیاز بیشتر که طریق خوجند بیرون برده می شود، امور نشر نشده است.